فکر می‌کنید کرونا تمام شده است؟ واقعیت این است که کرونا هنوز هم یکی از شایع‌ترین بیماری‌های تنفسی در دنیاست. اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ آیا می‌دانید؟ اول اینکه ویروس کرونا دائما تغییر می‌کند و سویه‌های جدید ایجاد می‌شوند. به همین دلیل افراد حتی اگر قبلاً کرونا گرفته باشند یا واکسن زده باشند، باز هم ممکن است دوباره مبتلا شوند. دوم، ایمنی بدن با گذشت زمان کاهش پیدا می‌کند. بنابراین محافظت ناشی از واکسن یا ابتلای قبلی به مرور کمتر می‌شود. هرچند همچنان خطر بیماری شدید را کاهش می‌دهد. سوم، کرونا مانند سرماخوردگی و آنفولانزا از طریق قطرات تنفسی و تماس نزدیک منتقل می‌شود و به همین دلیل به راحتی در خانواده‌ها، مدارس و محل کار پخش می‌شود. خبر خوب این است که بیشتر موارد امروزه خفیفتر از سالهای اول همه‌گیری هستند. اما سالمندان، افراد با بیماری‌های مزمن، زنان باردار و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، همچنان در معرض خطر عوارض شدید قرار دارند. اگر تب، سرفه، گلودرد یا آبریزش بینی دارید، در خانه بمانید. دستهایتان را مرتب بشویید و در صورت لزوم با پزشک یا داروساز مشورت کنید. برای آموزش‌های علمی و ساده درباره داروها و بیماری‌ها، کانال دارو و زندگی را دنبال کنید.